فکر کن میتونستی هر روز یک کتاب بخونی. اونم تو ایرانی که هیچکی ماهی هم یک کتاب نمیخونه. فکر میکنی چقدر جلو میافتادی؟ تو زندگیت، تو شغلت، تو رابطت. بهت قول میدم اگه این ویدیو رو کامل ببینی میتونه تا آخر زندگیت بهت کمک کنه. آمار نشون داده بیشتر از 70% مردم ایران سالانه حتی یک کتاب غیر درسی هم نمیخونن و 20% مردم ایران سالانه تنها یک کتاب غیر درسی میخونن. تو چنین جامعه‌ای شما با خوندن هفتگی یک کتاب هم میتونید صدها برابر بیشتر از مردم رشد کنید. تو این ویدیو قرار بهتون 4 تا راهکار یاد بدم که سرعت مطالعه‌تون رو چندین برابر کنه. تا حدی که بتونید هر روز با کمتر از چند ساعت مطالعه یک کتاب کامل رو بخونید. بیایم با هم بریم یادش بگیریم. اگه اولین بار اینجا هستین، اسم من سروشه و من منابع معتبر خارجی رو مطالعه میکنم و چیزایی که خودم یاد میگیرم رو تو 10 دقیقه براتون خلاصه میکنم. دقت کنید که هدف ما این نیست که فقط سریعتر بخونیم. هدف ما اینه سریعتر بخونیم و بهتر هم یاد بگیریم. یعنی ما به هیچ وجه فهم مطلب رو فدای سرعت خوندن نمی‌کنیم. و اگر تا الان کتابی نخوندین یا خیلی کم کتاب خوندین، نگران نباشید. چون تقریباً همه ما داریم از سطح مشخص و برابری شروع می‌کنیم. اول از هر چیزی باید بتونید سرعت کنونی مطالعه‌تون رو حساب کنید. خیلی راحته، حساب کتاب خاصی نداره. یک کتابی که تا الان نخوندین و روونه رو بردارید. تایمرتون رو روی 1 دقیقه ست کنید و شروع کنید به خوندن. وقتی که زنگ آلارمتون خورد، دست از مطالعه بردارید. تعداد کل کلماتی که خوندین رو بشمرید. تو پرانتز ولی از حروف اضافه مثل به، از، با، برای و اینا صرف نظر کنید. تعداد کلماتی که خوندین سرعت خوندن شما رو بر حسب کلمه بر دقیقه بهتون نشون میده. برای بیشتر مردم عادی این عددی در بین 200 تا 280. هدف ما اینه که این عدد رو چند برابر کنید. اگر طی این ویدیو بتونید این عدد رو فقط 2 برابر کنید، یعنی میتونید یک کتاب عادی رو تو 2 ساعت کامل بخونید. البته که اگه تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، بیشتر از 2 برابرش میتونید بکنید. تمرین اول برای افزایش سرعت خوندن. از انگشتت استفاده کن. همه ما وقتی کتاب میخونیم کلمات رو دونه دونه دنبال میکنیم. این عملکرد طبیعی مغزه برای اینکه بتونید با دقت بیشتری بخونید. هیچ کلمه‌ای رو جا نذارید. وقتی چشم به تنهایی کلمات رو دنبال کنه، سرعتش خیلی پایین میاد و خیلی زود هم خسته میشه. در نهایت یه چیزی از کتاب نمیفهمیم، یه کتاب رو دور میندازیم. ولی این مشکل یه راه حل خیلی ساده داره. انگشت. اگه یادتون باشه وقتی تازه داشتیم خوندن و نوشتن رو یاد میگرفتیم، همیشه معلمامون بهمون میگفتن جایی که داری میخونی رو با انگشت دنبال کن. این تکنیک که معلم‌ها بهش رسیده بودن به واضحی نشون میده که استفاده از انگشت حتی میتونه سرعت کسی که تازه خوندن و نوشتن رو هم یاد گرفته افزایش بده. وقتی از انگشتمون یا خودکار یا هر چیز دیگه‌ای برای خوندن استفاده میکنیم، چشم و ذهن ما بقیه متن رو نادیده میگیره و به راحتی میتونه تمرکز بیشتری بکنه، با سرعت بیشتری بخونه و بهتر بفهمه. شاید باورش سخت باشه، ولی همین یه تکنیک سرعت خوندن خودم رو 1.5 تا 2 برابر کرد. حالا چجوری انجامش بدیم؟ خیلی ساده است. از انگشتت یا یه خودکار یا هر چیزی که خودت باش راحتی استفاده کن و با استفاده از اون بخون. فقط یادت باشه انگشت یا اون چیز رو روی کتاب نکشی، یعنی نذاری با کتاب تماس فیزیکی داشته باشه. همین الان تستش کن. 2. تکرارش نکن. همه ما وقتی متن رو میخونیم اونو با یه صدای آروم که توی ذهنمون پلی میشه میخونیم. اینو تست کن. دیدی؟ تا هم اونو با یه صدای آروم که ذهنت خوندی یا شاید حتی بعضیاتون زیر لب زمزمش کردین. همین کار کوچیک باعث میشه سرعت خوندنمون به شدت کم بشه. چرا که تو این حالت سرعت خوندن شما برابر سرعت صحبت کردن شما میشه و شما در بهترین حالت میتونید 150 کلمه تو دقیقه صحبت کنید. برای پیشرفت باید بتونید این صدای درونی یا اینر وایس رو حذف کنید. اما چجوری؟ قبل از اینکه بهتون بگم چجوری، باید بهتون بگم که این تمرین اولش سرعتتون رو خیلی کم میکنه، کمتر از حالت عادی. ولی بعد از چند روز که راه افتادید و دیگه تمرین رو کنار گذاشتید، سرعتتون تقریباً 2 برابر حالت اولیه شده. 2 تا راه دارید برای انجام دادنش. یادتون باشه تمرین سختیه. راه اول، وقتی دارید متن رو میخونید تلاش کنید و اجازه ندید که کلمات توی ذهنتون تکرار بشه. اجازه ندید ذهنتون تکرارش کنه.
این مورد حتی میتونه به فکر کردن شما هم کمک کنه. میتونه باعث بشه سریعتر فکر کنید یا حتی شفافتر و بهتر فکر کنید. راه دوم کمی فرق داره. وقتی دارید متنی رو میخونید، به جای تکرار کردن کلمات توی ذهنتون بشمرید. مثلا وقتی دارید میخونید من دانشجوی رشته معماری در ایتالیا هستم، در ذهنتون به جای خوندن کلمات این اعداد رو بشمرید. 1 2 3 4 1 2 3. مثل تصویر. شما میتونید بیشتر از 4 بشمرید یا کمتر از 4 بشمرید. هدف اینه که نذارید کلمات توی ذهنتون تکرار بشه و این چرخه معیوب رو بتونید حذف بکنید. ولی یادتون نره این تمرین تا زمانیه که تونستید اون صدای درونی رو حذف بکنید یا خیلی کمش بکنید. بعد از اینکه موفق شدید دیگه این تمرین رو انجام ندید. بعد از اینکه موفق شدید به انجامش میتونید مثل موشک بخونید. بذارین وسط یه چیزی رو بهتون یادآوری کنم. ما تو این چنل منابع معتبر خارجی، کتاب‌ها، پادکست‌ها و تکنیک‌ها رو فقط تو 10 دقیقه براتون خلاصه می‌کنیم. اگه شما هم به پیشرفت شخصی و یادگیری استراتژی و منابع خوب فقط تو 10 دقیقه نیاز دارین، حتما چنل رو سابسکرایب کنید که تو آینده کلی براش برنامه باحال داریم. کلمات رو به صورت گروه ببینید. وقتی شما کلمات رو دونه دونه بخونید، حتی اگه با سرعت زیادی هم بخونید، بازم دارید کلمه به کلمه میخونید. تصور کنید با این نگاه 3 کلمه رو بخونید. به همین راحتی سرعت خوندن شما 3 برابر شد. ذهن شما خیلی از چیزی که فکر میکنید قوی تره. شما با نگاه کردن به کلمات میتونید اونا رو به صورت گروهی بخونید و این سرعتتون رو به شدت زیاد میکنه. منظورم چیه؟ اینو بخونید. احتمالا این رو تنها با یه نگاه خوندید. به همین راحتی ذهن شما میتونه یک خط کامل رو تنها با 3 بار نگاه کردن بخونه و خیلی سریع ردش کنه. و همین تکنیک میتونه سرعت شما رو 3 برابر کنه. حداقل 3 برابر. اما چطوری انجامش بدیم؟ خیلی ساده. وقتی که دارید میخونید سعی کنید با یک نگاه 3 کلمه و بیشتر رو بخونید. ولی یادتون باشه این تمرین هم اول سرعتتون رو خیلی کم میکنه، ولی بعدش که عادت گرفتید معجزه میکنه و میتونید مثل برق و باد بخونید. از وسط بخونید. این خیلی عجیبه ولی به شدت کاربردیه. وقتی خودم شنیدمش احساس کردم که خیلی احمقانه است. ولی نه، خیلی باحال بود. میدان بینایی انسان غیر از دید مستقیم میتونه تا حد بسیار زیادی کنارها رو هم ببینه. زمانی که رانندگی میکنید رو به یاد بیارید. دارید مستقیم جلو رو نگاه میکنید ولی خیلی سریع متوجه ماشینی میشید که از کنارتون رد میشه. قرار است همین توانایی تو خوندن هم استفاده بکنیم. متن کتاب رو با خطوط ذهنی یا با رسم خطوط واقعی به 3 بخش تقسیم کنید و فقط بخش وسط رو بخونید و سعی کنید به بخش‌های کناری نگاه زیادی نکنید ولی متوجهشون بشید. این تمرین خیلی به تمرین قبلی وابسته است، چرا که باید هر کدوم از بخش‌های کناری رو یک گروه در نظر بگیرید و در تمرین جدید بدون نگاه مستقیم به اونا بتونید اونا رو بخونید. البته یادتون باشه اگه کتابتون فرق داره یا در هر خط بیشتر از 15 کلمه داره، باید بخش وسط رو کمی عریض‌تر بگیرید تا بخش‌های کناری. به طور متوسط تعداد کلمات بخش‌های کناری باید بین 3 تا 6 کلمه باشه. بهم اعتماد کنید. منم فکر می‌کردم نه، امکان نداره. ولی خیلی عالیه. اصلا محشره. با این تکنیک‌ها میتونید روی متن کتابا پرواز کنید و هر روز یک کتاب بخونید. اما میرسیم به بخش صحبت‌های خودمونی این ویدیو. ما تو این ویدیو بهتون راهکارهایی رو یاد دادیم که قطعاً بهتون کمک میکنه که سرعت خوندنتون رو بالا ببرید. اما آیا واقعاً فقط تعداد کتاب‌هایی که تو یک سال میخونیم که مهمن یا اون کیفیت خوندنمون هم مهمه؟ پاسخ این سوال رو هممون میدونیم. کیفیت کتابایی که میخونیم و کیفیت خوندن اون کتاب‌ها خیلی مهمتر از تعداد کتاب‌هایی که میخونیم. بنابراین خیلی گیر اعداد نیافتید. این که امسال 100 تا کتاب خوندم، 50 تا کتاب خوندم، دوستم گفته امسال 100 تا کتاب خوندم، امسال 50 تا کتاب خوندم. تمرکز شما روی کیفیت کتاب‌ها و کیفیت خوندن اون کتاب‌ها باشه. ارزش یک کتاب به تأثیری که اون کتاب توی زندگیمون میذاره. بنابراین روی اون تمرکز بکنید که بتونید از اون کتاب استفاده‌ای توی زندگیتون ببرید. و بعضی کتاب‌ها واقعا سنگین‌تر و ثقیل‌ترن و مطالب بیشتر رو تو خودشون جا دادن. بنابراین هیچ اشکالی نداره که 1 ماه طول بکشه که اون کتاب رو بخونید. ما توی این چنل، یعنی این چنل یوتیوب، هر ماه 1 کتاب رو براتون خلاصه می‌کنیم و به شما پیشنهاد میدیم که اون کتاب رو بخونید. اما اگه شما دوست دارید که ماهی بیشتر از 1 کتاب بخونید، توی چنل تلگراممون هفتگی 1 کتاب بهتون معرفی می‌کنیم که میتونید اونا رو بخونید که اگه بتونید به این برنامه پایبند بمونید خیلی بهتون کمک می‌کنه. این اولین ویدیو چنل ما بود. ما به زودی ویدیو دیگه توی چنل منتشر میکنیم که به شما یاد میده چیزایی که میخونید رو از یاد نبرید و بتونید بیشترین استفاده رو از اونها توی زندگیتون
بکنید. حتما کانال رو بگردید، اگه اون ویدیو رو پیدا کردید حتما نگاش کنید. اگر هم پیداش نکردید یعنی هنوز منتشر نشده. به من از اینکه منتشر بشه لینکش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم. امیدوارم این تکنیکا بتونه بهتون کمک کنه. اگه دوست داشتید حامی ما باشید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو تپ کنید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. بدرود.